بله برادر محمد تقویف فرما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است دکو. سلامت باشید برادر. فرما. موضوع درباره رحمانوف زنده است مرده است. نه رحمانوف زندگی شکل که ما نمیدونیم ولی نیست، یعنی هیچ جایی که همش که برآمده است اینو فکر کنیم او رحمانوف نبرویا دموبین یک جایی که بگه این امروز 30 ینور من در نزد همین مردم همین گپا گفتم یگان نمود خیلی باور بخش نیست. این فرمان نتی دیگه ایدل خودت آزاده قطعی سنبل آقا فرمانایی که برآورده است این فرمانایی تو در یک کپی ارزش ندارن. فرمان نتی رحمانوف زنده برور نشون که مردم در پیش یعنی که صورتای ارشیوی که هنر ما در کار نداریم. بله ما دعا میکنیم که وای زنده سلامت باشه. مردی وای ما به لازم نیست. بله نه که در حقیقت چی گپ شدگی است که اما بچه‌هاش همشون راه افتادن. آزاده و رستم و چی گپ شدگی است. آخه آدمیزاد هزار زور زنی که تمام می گپایی که گفته بود بر ضد الله و رسول الله و بر ضد مردمش این برعکس شد. رستم هم میبرم به سر قدرت گفت شکست خورد. من 2 سال پیش گفتم که تو همه آرزوی حواست برباد میرود. همین گفته بود که از مرگ نجات یافتن ممکن است از انداز نیست. انا کنی برای هم نبر کند ازی که گوید که خوینای ملت من زنده هستم. من رحمان امروز پگه چندم پگه 29 ینوری سال 2026 مرحمت برو کنی یک نوار هم خیل کن. بعد من یه سوال دارم شما به همون منبعی که در خانه همون رحمان دارم گفته شما هوای هم مردگی میچه کو هوای باید همین خبر میداد شما. من یعنی که برادر محمد تقوی بعضی از قضیه‌های هستن که من منابعی که در تاجیکستان هستن یعنی که لگورال چی میگن یعنی که پیوسته نیستن پیوست شدنشون یعنی او 2 ماه پیدا میشوه یعنی که 3 ماه پس یکی مینویسد. بعضی مقامات انتظامی هستن که روزهای معین ساعتهای معین هستن ولی اون معلومات معین داره اون دیگه مسئله گپ نمیزنه. وظیفه اون دادن معلومات از وضعیت فلان حالت است. اون از وضعیت خونه پیشو ای وضعیت زندگی پیشو خبر نداره. اون منبعی که از وزارت داخله است از امنیت است از پروکراتور هستن وظیفه های در پیش گذاشته شده را جواب میگه نه اون مسئله هایی که وضعیتی که امروز رفته است. ما خاطر ما رنگ رحمانوف نیستیم که خلای همه کارا باشن یک منبع همه چیز باید بدونه یعنی به این شکل نیستن مقصد. درست اگه ها ان شاء الله امید داریم که یک میشه این ملت خلاص میشوند از این زاغی بدمور میگید همین گپ شما کی پیدا کرده بود سبحان الله زاغی بدمور حقی زاغی بدمور ای لعنتی آخه چیکارش کنیم زاغی بدمور ای لعنتی چاپلوسا من می نویسم مسنجر که در حقیقت پیشوای ما مردگی است. من گفتم شما سبحان الله چیکار شما طرفدارای رحمانوف نمیدونن که پیشوا یا بیمار است یا درگذشته است. آدمی یک مسئله دیگر برادر محمد تقوی ای موضوع بیرون است همین قریب یگان 600 نفر زیاد نوشتگیان که همین محمد تقوی در کدوم گرانی ایستادگی در دستش بیرق باید بگذاریم چخل بریم بگذاریم قطیش همون رو مردم وقتی گپ میزنی همون رو واتساپ تا بمون تو اینکه بچه زنگ بزنه چون که من نمیدونم این گپا ما باور ندارم یعنی یگان جو راه ویشیدنش نمیدونم راه ویش دیگه تاجیکستان باید بره یگان جو راه ویشیدنش من نمیدونم طریقه پورا یعنی همون گپا رو مردم وقتی که میگوی پرفمون مردم من محمد تقویف در فلان گرانی ایستادگی مرحمت بیاید با من بگذارید تو مردم بفهمن اونا از من میپرسن که تلفن محمد تقویف برای من بتی او در کدوم گرانی ایستادگی من نمیدونم چیشون بگم دیگه اینو نصفش امنیتی ان من میدونم من در این گرانی نیستم من در گرجستانم من در اون گرانی نیستم این صحبت های من والله بالله تالله الله شاهد است من با محمد اقبال این گپای عموما گپ نزدم و یگان سوال جواب نکردم در این باره همون آدمی با عقل همونا کو بسیارش همونا با فکرم هم آدمای رحمانوفن اگر عقل می‌داشتن همونجا نام من موندگی است. بعد من یگان گرانی سو نیستم. من گفتم که کسی خواهشش باشد هستم برادرها مرحمت و میخورن من یعنی راهنمایی میکنم رویتون جای اساسی برسیتون من به زنگ زنیتون شما من با فقط کیو زنگ زدم من با فقط کیو زنگ زدم که آدمایی که در پیگر قرار دارن و آدما من جواب دادن نمیتونم من با آدمی که لازم که باید پاسپورت خارجی داشته باشد یگان مشکلی نداشته باشد در تاجیکستان بعد ویا من به زنگ زنم من ان شاء الله میگم کجا رفتن نکنم من آدمای بهترین که در تماس هستم فقط من نمیگم برام گویم فلانی که من گم بزنم به مدونی همین برادر امیدوارم که محمد اقبال خوش نکنیتون برادرها محمد اقبال خوش نکنیتون بولی دیگر قسمی حونیسی والله بالله تعالی در این باره من عموما با این مرد گم نزدم برای اینکه این مرد راهش دیگر است. من گفتم که جوان مردا اگر خواهیم که سرزمین رو نجات دهیم من آدم یافتم آنها مشورت دادم با من که فلان دولت باید بیایم برادرها ما اونجا برای قاچاقی می‌داریم با شناسنامه یعنی دیگر خیلی کردم جوانای تاجیک می‌داریم این با من با قبول دادن همه صحبتاشون در دست من هست فهمیده اونا باید من با زنگ زنم من با بعد برادرایی که اینجا بسیارش نوشتن که تو چرا خودت نمیروی
من با آدمای امنیت پیشنهاد کردم که 20000 دلار تیم تو با زاگرام پاسپورت ساخته میتونم، یعنی توجیکی من یگان تنگا نمیتونم امنیتی با همه پارگیر و پارته این در لعنت الله گرفتار است. من یگان تنگا نمیتونم. اگر شما خواهید که محمد آقای یکم اونجا رود مرحمت در تماس بروین کمک کنیم من چخیر اونجا روم میسا این من زاغ نه یا عقاب نه که پرواز کنم بروم. همین راه تمام محمد آقای خودش نمیتونه رفته. این گپایی را که شما زده است شما غلط فهمیدگی یا گپی او معین است که چی است. اون گپایی که میزنه من نمیدونم ولی شما این گپای معلوماتتون غلط است. شما غلط فهمیدگی اونجا بسیاری گپ آخه من نگفتم. من باز گفتم که توجیکی کارا کسی خواهد که گپ ان خود دقیق فهمد کجا رویم با من در تماس برویم با ویدیو زبان صحبت کنن. اگر در حقیقت رفت سه آدم نه که ویدیو کرده روی کرد سه نفر ویدیو کردم حجتاشون روی کردم موقع گفتن تیاریم ما همه جانمو در لب محمد در غریبی ها گفتن سه برادر آنها ان شاء الله رحمان به غیر از من و الله دیگر آنها هیچ کس نمیفروشد نه اون کس میدوند آنها کیستن. مقصد ما همین که بین خودمون با بودن همه آدما که مبارزه کشال شد آدمایی که خبر کشان یعنی بوزنو همه آدما بودن ما نمیخوایم در شکست خوریم. مرحمت انا همین راه که من شما نه کدام دولت باید رفته فرویم باید که شما واخورد ان شاء الله گسل میکنه میرسیم اونجا رفته باز گپ و چپ نشد. من همش میفهمم که اونجا رفته باید چیکار کرد. اونجا روین شما قریب تو ان شاء الله حرکت ها سر شدن شما باید بعد نوار بعد همون کنسترکتاژ میگذاری خدمت خطیشون ان شاء الله. سلامت باشید برادر. ان شاء الله. یگان گپ برای موضوع داشتم. در آخر گفتنی بدم که مردم شریف تاجیک هوشیار باشید. اگر این اولاد یگان کسی دیگر اومد باور کنه 30 ساله ها باز در بدر خاک بسر میشن. باید ما هوشیار باشیم. رحمانوف امروز یا فردا خبر مردش انیق اعلام میکنن. با اون برادر گفتن که اسلام کریم بعد 7 روز اعلام کردن. اسلام کریم بعد 90 روز اعلام کردن. این خیلی با هم تیز اعلام کردن. رحمانوف 1 سال نمیدونم دوام داده با نپسونن همینجا که دوشنبه پول بگیرد با ان شاء الله خبرش که رسید باید این ملت دیگر نگذارن که این اولاد این مقاماتی گرد و اطراف وای نباید. اما آدمایی که من پیشنهاد کردم منصور عمر فهملو من یعنی مراجعه کردم مرحمت کارو برو بینتون ان شاء الله همش خوب میشه و بعد هم اینا پس پنجره بردن رحمان رو میترسیدون رحمان توش نه نیست تمام اکنون و گم شد. کارو برو پیش بریتون. اگر خواهیدون قهرمان رحمان رو فقط مراد کو یک کس فاتحه نمیخونه یک کس تمام میگرد و اطرافش بی نمازی کن نوشستی حرامی نجسی خانه خدا رفتند و برگشتن باز همون پیشینه خر گشتن با ستر و حجاب رفتن خانه خدا دخترش و زنش راندن باز کناشون روش گشتن. اونا بیان که دعای فاتحه نمیکند و همین خاطر اگر خواهیدون که منصور عمر برادری همون مقامات کلام به کار میکنن ما چهره شما کمتر همین کمتر انسانی همین ساختر همون بین همون مقامات رحمان رو انتخاب کردیم. تمام زندان تگی دست شما با جوانای تاجیک سر تید آزاد کنید مصلحت کنید یک شب همشون آزاد کنید جواب تید وطن خلاص نمی اولاد بازداشت کرد پس پنجره بردن سر کنید. فردا بعد سر شما گفتن که یک منصور جان بود یک شعر الله بود که بعد 35 سال این توده ابوشه برد پس پنجره کرد. بعد سر شما رنگ زار رای و رنگ نوریدین گورسوخته و آنها مردم شما لعنت و نفرت نخوانند. این دنیا هیچ چیز است. میلیون دلارتون بسیار میمونه. حاضر رحمان کو اونقدر پول مالش کنی خوراک بیگانه ها شد زواد و فابریکه میساخت و ملتش در غریبی برمیگردان هوای خوب نبود. مردم در بدر خاک بسرن سبحان الله از وطن به وطن شدگان. رحمان و زواد و فابریکه ساخت مردمش سرجم میکرد بعدی همین مردنش یعنی یک سخنی یک نشونی خوب نبود. 10 نفر من به من نرسم من همین منبری مهاجر شما پیشکی میگیرم نش میکنم انیق سگ مرشدگی میگم من برای اینکه ان شاء الله رحمان این تمام می ارزوی حواسش برباد میره. بعد اینا من الحمدلله الله مهربان دلم به گواهی دادگی است. اگر شما منصور عمر خواهید که فردا قهرمان اعلام شوید و هیچ کس یگان تاجیک شما رو تا روز قیامت این ریشه تاجیک فراموشتان نکند شما کلاتون کار فرمایید. پول مال دنیا همش میمونه فقط خوبیتون میموند دستی بالاتون میموند. فردا منصور عمرو یک ظالم رو اولادش تمامش بازداشت کرد و پس پنجره برگرفت این تا قیامت میموند ان شاء الله. بس سبحان الله مردمتون کمتر نگاه کنین چه حال و چه احوال دارن. حال مردم توجیک میبینی هم تو دلت رش میشه. سبحان الله همین بود. السلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله.